سلام بچه ها، چطوری؟ امیدوارم که هر جا که هستی حال دلتون خوب باشه و امروز اومدیم با یه ویدیوی خفن و یه کد مپ خفن. بچه ها این کد یه کدیه که تو بازی دستاتون رو بزرگ میکنه و همین که وقتی مثلا یه گانی دستتون میگیرید اونم بزرگ میکنه، خیلی بزرگ میکنه، خیلی مپش سمه و جالبه. و همین دیگه، لایک ویدیو رو بزنید، چنل من رو ساب کنید، کامنت هم بذارید، عشق منید. بدون معطلی بزنید برید سراغ این ویدیو. خب بچه ها، اول از همه وارد این قسمت میشید و روگزینه کرافتلند میزنید. اینجا صبر کنید لودینگ بشه این صفحه. خب اینجا میزنید روی این کنار روی این کنار ذره و کدی که میاد رو صفحه رو اینجا وارد میکنید. این کد رو بچه ها داخل کانال تلگرام هم میذارم. آیدی کانال تلگرام میاد رو صفحه، میتونید از اونجا برای خیلی راحت تر کپیش کنید تا اینکه از اینجا سخت براتون تا بخواین واردش کنید. بعد اینجا روی این خود ذره بینه میزنید و این مپ رو براتون بالا میاره. خب شما اگه خواستید میتونید سمت چپ اینجایی که زده عکس کاستوم در روش بزنید و با دوستتون کاستوم بسازید تک به تک. اگر هم نه میخواین یکی همینجوری روبروتون بیفته رو گزینه استارت و منتظر میمونید تا استارت شه. حالا برگشتی بعد 3 سال، کی به کی میگه بی معرفت. ببین بچه های، فقط دست راستش بزرگه. مثلا من میخوام یه دنس بزنم، ببینید مثلا ببینید این ایکی کجاشه. خب اینجا میاین مثلا من MP4 میزنم با UMP نه AK به چند تا یخ بگیره. خب یخش هم نهایت. ببین الان من MP4 رو دستم گرفتم چقدر باشه، این یخ رو دستم میگیره چقدر بزرگ میشه. این MP رو ببین، دیزرت رو ببینید ناموسن چقدر مپش سم. الان من یه دورم بازی کنم واسه تون. خیلی مپش سم. با رفیقاتون بازی کنید، خیلی حال. پینگ هم بالا رفت. من چون ناک شد. خب اینجا مایتوبه رو ببینید، ناموسایی چه سمیه. از خود کاراکتر بزرگتر هستن، ببینید اصلا صورت کاراکتر درست معلوم نیست. نزن دقیقه بچه هم مدکیت هم ندارم. میزنه من میزنم. اینا موزیدن. ای بابا اینجا ریوایو اصلا دیده نمیشه، آدم نمیتونه بازی کنه. درخک یو خدا، چرا اینجوری میشه بچه ها؟ یه لحظه من اینجا یه جایی واسم من نتونه بزنه.
فکر کن منم بگیرم. بچه چرا من مدکیت نمیگیرم؟ داره آره. خب مدکیت بدنم و برم. اگه یه پاشم بزرگتر بود بیشتر حال میدادم. الان این واسه من معلوم نمیشه من اینو چجوری بدم دی. ای بابا بچه پینگم بالا. اصلا اوضاع پینگو ببینید ناموسم. خب بچه ها این بود از این ویدیوی خفن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه. عشق منید. تا ویدیو بعدی خداحافظ.